خدو بست و زلفی پیچان و لب و رخسار گل تب و دیل ابرو میجگان نرگسی خمار گل خدو بست و زلفی پیچان نرگسی کبودی ابرو میجگان نرگسی خمار در شگفتم با همه این نازکی چون میکشی در شگفتم با همه این نازکی چون میکشی گلبونی نورسته من بار این گلزار گلبونی نورسته من بار این مقدار گل پرستم زی سبب گل خواندمت من لاجرم گل پرستم زی سبب گل خواندمت من لاجرم ورنه تابد پیش حسنی روی تو چون ورنه تابد پیش حسنی روی تو چون خارگو نامی گل بگرفته با خود قدر گل برداشتی میسزد باشد تو یک عمر مینت دار گل بگذری از یادی نادی گاهی شاه چون اسیر بیشکفت تب و نماید صفا و اشعار گل بیشکفت تب و نماید صفا و اشعار بیشکفت تب و نماید صفا و اشعار درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه ما با یک ترانه خیلی جذاب آغاز گردید و در این برنامه هنرمندان انسمبل شش مقامی فیلارمونی خلقی به نام نگینه رؤوفی ناحیه فیض آباد حضور دارند با راهبری آوازخوان محبوب حبیب الله میرزا شریف و همچنین یک آوازخوان دیگر جهانگل که امروز برنامه ما را زیبا خواهند کرد. من درود میگویم به شما و تا جایی که میدونیم انسمبل شش مقامی
فیلارمون خلقی ناحیه فیض آباد قریب 20 سال است که فعالیت می‌کند. بله. و این هم در زمان استقلال پدید آمد و در همین منطقه جوانان زیادی را تربیت کرد در همین رویه. بله. خب من می‌خواستم کمی برای بیننده ما درباره انسمبل ششمقام قصه کنید که چگونه است، چگونه تأسیس داده شد و عموما درباره فعالیت امروزش. تشکر فرقت جان. سلام می‌خواستم که از این منبر بلند استفاده بردم همه دوستان مقام، آنهایی که ششمقام را دوست می‌دارند، با روز مقام مبارکباد بگویم و تمنا بکنم که بگذار همیشه سرود و موسیقی در خاندان ها تنین انداز باشد. بگذار مقام با دوری‌های دور پرواز کرده دل هزاران مخلصان را شاداب بگرداند. و ما عاید انسمبل مقام خوانان نزد فیلارمونی خلقی ناحیه فیض آباد بانم دیگه راپا کی بود که یک تکان داد در فرهنگ فیض آباد، در تصویب این انسمبل مقام. چرا محض او فیض آباد را اختیار کرد؟ و من حاضر سروده که استاد عباس عبداللهیف ارباب هنر تاجیکستان، بله پروفسور، و من بیهوده از آهنگای آن کس این برنامه را آغاز نکردم و امروز میخواهم که همون زحمت های کشیده پس پردگی استاد امروز روی آب برآید، استاد یادآوری کنیم. چرا که سال 2004 وقتی که من با حیث مدیر فرهنگ ناحیه فیض آباد تعیین کردن، آمده نزد معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای ما تنها استاد در کار، نفر در کار که راهنمایی. بله بله. و آن کس بعد اندکی اندیشه گفتن که حبیب الله بسیار تکلیف خوب، مخلصم که در یک ناحیه کوهستان چنین نیت دارین شما، فقط الماس عبداللهیف میتواند که این کار عملی کند. خب لکن انا امروز در کالج صنعت درس دارد، لکن چه خیل اون کس از شما راضی میکنین با کدام راه ها، اینش من نمیدونم، این به مهارت شما. خب اومدم فرقت جان کالج، من همون کالج تمام کردم، ختم کردم، استاد در راه میدیدیم، سلام علیک میکردم که از نزدیک صحبت کرده و با اون کس بسیار آدم جدی بودن، معلم جدی بودن بسیار. هر کس شما را درس دادن؟ نه، ما نوازندگی میخواندیم، اون کس آوازخوانی درس میدادن. خیلی خودم شناس کردم استاد، اما خیلی نیت ها داریم. استاد اول تکلیف من قدر خوب نپذیرفت، چرا یک ناحیه کوهستان از کجا مقام. خلاص استاد با فیض آباد رفتن، جد و جهد ما را دیدن که ما از صدق دل میخواهیم که مقام آموزیم. بعد آن کس کار آغاز کردن و رسا 15 سال با فیض آباد رفته آمده. در یک هفته 2 مرتبه ما روزی مقام را طبق جدولی تصحیح نموده بخش فرهنگ روزی مقام بود، استاد میرفتن با ما درس میگفتن و همین مهنت ها زحمت های استاد بود که ما در 3 فستیوال سیمپوزیوم بین المللی ششمقام اشتراک کردیم، جای افتخاری صاحب شدیم. استاد توانستن که ما را سرجام کنند. شما قبلا خودتان در ژانر مقام سرود میخوانده؟ نه، ما نمیخواندیم، شخصا من نمیخواندم. بچه‌ای که اونجا من تصورات داشتن، تنها در سالی که بوستان 3 میگذشت احمد بابا قلی قبل از تأسیس یافتنی، بله با فیض آباد رفتگی بود. قسمتی سویت رقصی را 3 قسمت از ششمقام گرفتگی بود. بعد یک اساسدار مقام با ما سر کرد، نصرت سلیموف خدا رحمت کند. اون کس سرود نیمچه پانه میخواندم. این 4 سرود 5 سرود احمد بابا قلوف برای ما آموزانده بود و اون کس علاقه گفته بود که مردم فیض آباد بها داده بود که میتوانند. نه زمینه ها هست، زمینه بود نه که بسیار کم بود، زمینه کم بود و تنها الماس عبداللهیف توانست که برای ما هم نوازندگی و هم سرایندگی را آموزد که بسیار ما می‌ندانستیم. مکتب موسیقی که در ناحیه فیض آباد هست اونجا هم فکر می‌کنم حالا ژانر مقام رو از خود میکنن. بله، اونجا من شخصا با دعای استاد اون چیزی که برای ما آموخت، من توانستم در نزد مکتب موسیقی استودیوی کودکانی مقام خانه رو تأسیس دهم و اون چیزی که من با کودکان تیار می‌کردم حتما از نظر استاد می‌گذراندیم. استاد بنیاد خرسند می‌شدن که علاقه طفلان به میراه رفتن و امروز حاضر هم مکتب مقام پابرجاست، در مکتب صنعت در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز 2 نفر ما تیار کردیم که
از مقام سرایت و خوشبختانه تلویزیون سفینه ثبت کرد، منظور تماشاچیان گرداند. خلاص که کار استاد، اون زحمت‌های استاد پابرجاست. بله تشکر. جهانگل نیز در نزد استاد تعریف گرفتگی هستند. اکنون جهانگل یگانه دختر محلی فیض‌آباد است که از نظر استاد گذشت، بهای استاد سزاوار شد. و فرقه جان باور کنید اگر از دیگر منطقه‌های جمهوری، مثال من یک چیز به خاطر میبرم که کلون شده آمد و من آوازی زنان نمیرسید در انسامبل ما. استاد گفتم از سوخت کلون شده آمده است ناحیه ما ده بسیار آوازخوان خوب نمیشد گفت. من حیران شدم برای چی آواز زنان نمیرسد برای ما نمیشد. گفت که آن کس آمده سبک و اسلوب مقام خوانی شما رو دیگر میکند، دیگر طرف میکشد. با من بسیار کنجکاوی کردم. بعد از اون فهمیدم که گفت که شما در داخل مقام ناله های کوهستان جاری کرده میسرایید، از دیگران میبد همین چیز نیست میشود، شما همین چیز فرق کرده میستید. لیکن شاه سلام بهای ارزان رو داد. مثلا جهانگل خودش سخن کند که چه خیلی بود. وقتی که مقام در نزد فیلارمونیای خلقی به نام نگین راوکوی ناحیه فیض‌آباد تأسیس یافت، مرا استاد به کار دعوت کردند. امروز من فخر میکنم که با یک ارباب هنر استاد الماس عبداللهیف تاگی قریب 6 سال با استاد کار و فعالیت کردم. روحش شاد بود. قبلا در کدام ژانر سرود میخوندید؟ من در ژانر خلقی بودم. از مقام یگان بهره نداشت. هیچ نمیفهمیدم. دوام قریب 6 سال با استاد کار و فعالیت کردیم. بسیار با استاد مهری زیاد کردم، همچون پدر دوستش می داشتم. اون ما را همین دسته هنری را، همون دسته‌ای که در اونجا فعالیت داشتیم، هفته 2 مرتبه به ناحیه رفته درس 6 مقام می آموزاند. استاد همین خیل کار و فعالیت داشت، همین خیل درس می گفت که یگان کس در همین ژانر مانع نمیشدن. ما را تا رفتن و کس ای دوشنبه رفتن ای پایتخت به صبرانه انتظار میشدیم. حاضر هم باشد همون روزهایی که استاد به ناحیه می رفتن برای درسگویی، خماری انا همون روزا میگیرد. شما با یک دستاویز اومدید حتما که سرود ایشان رو برای میخوانید. آهنگ استاد الماس عبداللهیف، غزل از کمال خوجندی. نگفتن ما فرقه جان که استاد در قطار که برای ما مقام میآموخت. اینچنین ما خواهش ما آهنگای ایجاد کرده خود رو نیز پیشنهاد میکرد و جهانگل یک چند سرودای استاد آموخت و یک از آنها را حاضر ما زمزمه میکنیم. همه سرودای استاد برای من پسند است. یک سرودش را، یک آهنگش را من امروز به تماشابینان میرسونم. خب بفرمایید. دل برفت از دست ما، تنها ندید دلدار هم. دل برفت از دست ما، تنها ندید دلدار هم. جانم از دردی جدایی خسته شد افگار هم. جانم از دردی جدایی خسته شد افگار هم. آخر آمد روزی وصل و روزگاری عیش نیز چشما بالید بخت و دولتی بیدار هم. چشم
مالی بخت و دولتی بدار هم گر بگویم پیش یارم دردی به درمانش بر منی غمگین بگیرید یار هم اغیار هم گر برنجاند مرا از دیگران بسیارتر هم نرنجم بلکه دارم منتی بسیار هم نرنجم بلکه دارم منتی بسیار هم تا غم و اندوهی او غم خوار و مانیس شد مرا فارغ و آسودم از مانیس و غم خوار هم با رخی او مهر پنهان چند ورزی تمام این سخن در کون شد مشهور در بازار هم این سخن مشهور شد در کهنر بازار دل برفت از دست ما تنها ندیم دلدار جانم از دردی جدایی خسته شد افگار هم افگار هم تشکر زیاد، خیلی ترانه زیبا بود و واقعا هم استاد الماس عبداللطیف خیلی یک سرودهای زیاد و میراث گذاشتند و یا سبک اسلوبی خاصه و سلسله سرودهای حجاز ایجاد کرده بودند. چگونه سرودها بود؟ یک مکافات کلان هم گریست برای این چیز. بسیار سرودهایی که از آن بحر با ما نیز چند سرود آموزانده بود. بسیار با من سوال میدادن که استاد الماس عبداللطیف چرا محض فیض آباد انتخاب کرد؟ خب چی استاد رو مجبور میکنه به فیض آباد رود؟ من همون وقتم یک جواب میدم، حاضرم همون جواب میدم که مهر و محبت به اندازه نسبت مردم فیض آباد، نسبت این هنرمندانی که اینجا نشستن امروز، چرا که استاد الماس عبداللطیف رو در فیض آباد خوب قبول کردن. از اون که در تمام روزهای خرسندی و ماتمی مردم فیض آباد اشتراک میکرد. میشناخت نمیشناخت حتما مردم میدیدن که استاد به تعزیه میرود یا در روز خرسندی مردم اشتراک دارن، همه در کوچه استاد گفتم مراجعت میکردن. یعنی یک فدایی روی همین صنعت، یعنی نفری که کم هستن با این خیل خصلت و با این خیل خاکساری
بغیر آنکه با ما مقام می‌آموخت، اسرار ایجاد کرده خود می‌آموخت، برای ما بسیار نصیحت‌های مفید میداد برای صحنه برآمدن. در صحنه باید آدم چی باشد، در معامله چگونه باید باشد، یک آدمی همین دیدگی زندگی خیلی میگن در صدف خیش گوهر ریختن است، اونقدر مانند صدف گداخته بود آن کسی که همین نصیحت‌های میدادگیشون امروز من میسته فکر میکنم اینقدر وای مردک در حقیقت پروفسور بود، همین پروفسوری حقیقتا بود است. بعد از اون که شما در نزد ایشان درس گرفتید و درس گرفتید، نزدیکای ژندری مقام آموختید، دیگر برای شما یک چیزی نزدیک شده. من میبینم که زیاد تلاش میکنید و خوب مثلا جوانان رو در این رویه تربیت میکنید. چندین جوانانی هستند که بعد از همون راهنمایی شما حالا در کنسرواتوار در کالج موسیقی یعنی همین رویه رو انتخاب کردن. فقط یک سرچشمه لازم بود که همین مثلا تربیت یک نفری که تکان دهنده واقعا و همین آلموس اولیف همین کار کرد. برای همین وقتی که در نوی فیض‌آباد کتاب انسیکلوپدی نوی فیض‌آباد ترسیل کرده شد، نام استاد آلموس اولیف در سر خط است. یعنی اون کس خدمتی به نهایت زیاد کردند برای رشد همزمان وقتی که می رفتند و می آمدن همزمان در کنسرواتوار ملی تاجیکستان همزمان در خودی انسامبل شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیو کار میکردن. یک چند روباری بدیهی بودن. برای استاد جای کار کم نبود. در دوشنبه اینقدر ضرور بود استاد برای همین رشد مقام خانه، لیکن باز وقت یافته به فیض‌آباد میرفت. بعض همیشه فرخ جان که همون روزی که باید ما درس مقام باشد و دیگر چهاربینی فرهنگی جلب میشدیم، چهاربینی تقویمی میشدن و زنگ میزدیم استاد همین روز ما بند شدیم در کلان چهاربینی، خش شما دم گیرید نیاید امروز. نه من حتما رفتم در کار. بعدی چهاربینی مشغولیت میگذارونیم. ما میومد در تالار میشیشت، کنسرت تماشا میکرد، خطاگی ما رو میگفت، حتما اون روز باید درس میشد. ما داشتویر نمیدونست فرخ جان. استاد تنفس نمیشود. 45 دقیقه 2 ساعت گذشت استاد 5 دقیقه تنفس، همیشه 5 دقیقه 6 دقیقه نمیشد. بچه‌ها 5 دقیقه گذشت بید. انا همین بود، مهنت دوستی سختگیری او بود که ما اگر رسیده باشیم به جای همش زحمت‌های استاد آلموس اولیف است که ما هیچ وقت از خاطر فراموش نمی‌کنیم. و مسئله من یادم هست که مسئله در همین قصر فرهنگی نویای فیض‌آباد بخشیده به روز مقام عموما در چهاربینی هایی که در خود همین نویه برگزار می‌گردد حتما که سرودی مقام هست. حتما اولا روزهای اول همین وقتی که ما میگفتیم مقام میگفتیم همه بینی جین میکردن چی میخونین شما، لیکن بعد وقتی که ما یک بار دو بار در چهاربینی در برنامه خوش کردیم دیگه مردم همین واردی همین مقام شد. یک مبادا ما یگان بار در برنامه خوش نمیکردیم میپرسن چرا این روز مقام نخواندید؟ 6 مقام دولتی گرفت در تاجیکستان و با همون سعی و تلاش‌های پیشوای معظم ملت نه تنها در ناحیه فیض‌آباد، حالا در تمام منطقه های تاجیکستان همین گونه ژنر مقام رشد کرد، در میان مردم پیدا شد و حالا تمام ناحیه های کشور الکی انسامبل های 6 مقام دارند و اونجا هنرمندان زیاد فعالیت میکنند، جوانان زیاد از آنها عبرت میگیرند و راه مقام را انتخاب میکنند. بله هست. خوشبختانه این فرمان بسیار فرمانی سری وقتی بود، فرمانی بود که توانست که یک تکان شود برای همین مقام خانی در ناحیه کوهستان بخش در ناحیه فیض‌آباد. و فرقت سعید برادر ارجمند ما فقط بینند بعد از سلام میپرسد که انسامبل در کدام پایه است. شما یک تبادلات کرده در فرهنگ میگد فرقت، اگر رویه اسواره یا که خوجند حصار اگر رویه داشته باشن شما روی خودتون رو پیدا کردید و همین چیزها رو استاد آلموس اولیف هم میگفتن. ما باور نداشتیم. وقتی در یکمین فستیوال سیمپوزی بین‌المللی در خانه رادیو شده بود به خاطر هم ما اشتراک کردیم، 3 سرود خوانده بودیم. عبدالخالق نبوی یک نفر فرهنگشناس ادبیاتشناس در بهار عجم مقاله چاپ کرد آیدی همین فستیوال سیمپوزیوم که اولین مراتبه گذاشت
و اونجا گفت قطع کرده بود که بردی کلان فستیوال سیمپوزیوم این اشتراکی مقام خانه نای فیض‌آباد است که بسیار تاجیکان و سرایدن اون کس به داده است و همه روزنامه رو استاد گرفته به فیض‌آباد برد. مرحمت ما خواندیم نتیجه کار باور نکردیم که ما توانستیم همه کار در نایل شدن. بله نایل شدن. خلاص زحمت زیاد کشیدیم. بله تشکر میگیم به استاد. اولا تشکر به سلطان زاده ماهر خوجا که همین توصیه دادن برای من الماس عبداللطیف. شاید دیگه نفر میشد فرقت برای ما برد استاد در چی بود؟ برای ما هم نوازندگی رو یاد داد هم سرایندگی را. ممکن نفر میرفت که برای ما فقط آوازخوانی یاد میداد، نوازندگی شاید مثلا تنبور در نای فیض‌آباد هیچ کس نواخته نمیتونست، یا که همین شریخایی که برای مقام است ما نمیتوانستیم نواخته، ما کوهستانی می‌نواختیم. اون کس حتی همین شریخ‌ها آغاز کرد برای ما که مقام شریخ‌های خودش دارد، چون خود ایشان یکی از مطربان برجسته کشور. بله. خب تشکر زیاد که امروز به برنامه فضا تشریف آوردید و واقعا هم صحبت جالبی داشتیم، ترانه‌های جذاب پیشنهاد کردید. خب در اینجا بازم ترانه دارید؟ بله فرقت جان، ما در بالا گفتیم که استاد در همه غم و شادی ما شرکت می‌ورزیدن. روزی که پدرمان از دنیا گذشت استاد اشتراک داشتن، تعزیه بیان کردن و هفته دیگر که من به کار اومدم و یک سرود برای من پیشنهاد کرد، باقی پدر، شعر سلطان سفر، حبیب الله حامد سرایت گفت. بعد خودشان کار کردن همراه من میخوام که همین سرود پیشنهاد کنم برای تماشابین. عالی میشه. خب تشکر زیاد، سلامت باشید. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه فضا در رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمندان انسمبل شش مقامی فیلارمونی خلقی نایه فیض‌آباد در برنامه شرکت ورزیدند و در انتها بازم یک ترانه خیلی جذاب پیشنهاد می شود. با شما خیر میگویم. نظر
Thank you.